پروژه تجزیه افغانستان آرزوی ناکام حلقات استخباراتی پاکستان. وزارت ماریا سلطان درباره احتمال از بین رفتن جغرافیایی افغانستان با واکنش‌های همراه شده این نظارات به عنوان ادامه تلاش‌های ناکام برای تضعیف منافع و ثبات کشور تعبیر می‌شود. آصف درانی تاکید کرده که آینده افغانستان تنها به دست افغان‌ها تعیین می‌شود و هیچ کشور خارجی حق مداخله در امور داخلی افغانستان را ندارد. این تضاد هم شگاف در سیاست پاکستان را نشان می‌دهد و هم پرسش‌هایی درباره اهداف پشت نظارات در رابطه پرتنش دو کشور ایجاد کرده. سلام، به نبض خبر از آفاق خوش آمدید. برای بحث بیشتر روی این موارد با آقای عزیز معارج، دیپلمات پیشین و آگاه روابط بین الملل از طریق نت وصل هستیم. سلام آقای معارج، چرا در حالی که نزدیکان ISI از فشار و سناریوهای تضعیف افغانستان حرف میزنند، آصف درانی تاکید میکند که آینده افغانستان باید به دست خود افغانها تعیین شود؟ آیا این اختلاف نشانه دو خط فکری در داخل پاکستان است؟ تشکر. نخست سلام برای شما همکار تکنیکی و شنوندگان بینندگان تلویزیون وزین شما تقدیم میکنم. ببینید، پاکستان همیشه دورنگی در سیاست در مقابل افغانستان داشته. یک گروه چونوجه دولت یک چهار پایه بسیار قوی را از سابق از تاریخ ایجاد امروز توسط غرب ساخته شده. گروه نظامی ISI قانون قضا هر یکش مستقلانه، مگرم در تفاهم به اینکه کشور یک کشور پروژه‌ای که همیشه پروژه میگیره و یک کشور مجری یا مامور تطبیق کننده اهداف کشورهای غربی خصوصا امریکا در منطقه می باشه و از این تغذیه میشه، بودجه میگیره با پرورش توریسم و باز اهداف دیگه که اکثر پیسان برشان سعودی به هدایت غرب میتن. بنابراین یک دارم بنابر هم استراتژیک خود یک حرف را، یک مسئله ها داره که باعث به اتفاقی یا خشونت یا جنگ در داخل افغانستان شود و یک اداره دیگه یا یک شخص با صحبت از دیپلماسی و اینوان، چون پس باز خود مقامات یک برات میتاگه ما بگیم مثلا بین ما تفرقه میاندازن یا مثلا اتهام توریسم وارد میکنن یا ای که کدام مشکل جور میکنن، جهانیان بوده که نخیر فلانی گفت که نه مثلا سرنوشت کشور بده شماست، در حالی که یا سابق از میراب منبر بنام اسلام دین به گروه های مختلف ساختن، از این استفاده کردن، واقعا حال خودشان اقرار میکنن. خود جاسم به که ما 3 دهه یعنی 30 سال توریسم به خاطر غرب و امریکا پرورش دادیم، پشیمان هستیم و همچنان مثلا مقاماتشان میگه که اینجا جهاد نبود، جنگ نیابتی بود، ما اردوی خود کرایه داده بودیم، بین امریکا و روسیه بود، یا پرویز مشرف یا بنظیر کاری های خود داشتن، همیشه اقرار میکردن. بنان جنگ های نیابتی و بنام جهاد بنام این و آن، چون جهاد کلمه مقدس است، یک تعداد گروه های مفسد از این استفاده کردن و آمدن کشور ما را خراب کردن. این از این استفاده شد. پس آن مردم افغانستان متوجه شد یا هوشیار شدن که از این استفاده صورت میگیره. رهبرایشان میرن با کارتر میدیدن و در قصر سفید بودن، یا در ISI پاکستان جنرال حمید گل، اختر عبدالرحمن و مثلا بابر رو اینیا همشان یا را پرورش میدادن. بالاخره این مورد ضعیف شد، کار نمیکرد، تفرقه اندازی شروع شد. ما افغان هستم، ما افغان نیستم، ما تذکره میگیرم، ما نمیگیرم، مثلا سمت شمال و سمت جنوب و مسائل قومی شد، پشتو، تاجیک، ازبک، اینی مسائل هرچی دامن زدن. پس آنها افغان متوجه شدن که یک افغانستان، یک پارچه، یک خون، یک ملت است و این دیسای خارجی است، ما را با میاندازه. این مسائل تمام سال پروژه از زیر گرفتن که یک دفعه از یک طرف توسط اقتدار مسئله دیورن هم بلند میسازه، باز میگن که افغانستان تجزیه میشه. شما ببینین تجزیه کشورهای میشن که در بخشهای مختلف از هر بخش از خود تفاوت داشته باشه. پاکستان در تجزیه هست به خاطر که پشتونا از خود کلچر، فرهنگ، کلتور، زبان، بلوچا از خود کلچر، کلتور، زبان، سیندی از خود، کشمیر از خود و پنجابی هم تفاوت دارن. کلتورشان مثلا عنعناتشان در افغانستان هم اقوام و رینجاد هستند و همشان یک کلتور، یک فرهنگ، یک زبان،
یک مثلا انانات همه چیز مشترک است. شما ببینین، شما برین مثلا در رسوالی مثلا دروازه کشم بدخشان پلاو پخته میشه. امو پلاو در نقطه دوردست ولسوالی تا سوگه نمروز هم پخته میشه، یا در منطقه شنواری، یا مثلا در هرات در مثلا در اینجا ولسوالی انجیل، یا مثلا برنم دورترین نقطه مزار خوست یک رقم پلاو، یک رقم انانات عید، مثلا جنازه یک رقم، رواج یا روسی و نکاح و نامزادبازی یا نامزادی را ببینیم، یا مثلا نمازها، همشان همی فرهنگ و زبان و لباس مذهب یکیست. چرا به کدام دلیل این تجزیه شود؟ تجزیه شد افغانستان، مثلا سیستان، مشهد و نشاپور جایی که فرق داشت یا کلتور یا فرهنگ یا مردم یا ماورای نهر و طرف رفت، یا نقاط که افغانستان گرفته بود، پنجاب و مثلا قسمت شمال هند و سینگیانگ دوباره از افغانستان رفت. اما حال این صدا را میکشم که باش هزینت خلق کنم، مردم ده این مسلوب بسازم که حالا متوجه شوند ملت علیه دولت. آقای مارج، بله سر شما پیشتر هم اشاره کردین ولی من میخوایم واضح تر بپرسم، چرا در یک سو ماریا سلطان از نگاه امنیتی و فشار بر افغانستان سخن میگوید، اما در سوی دیگر آصف درانی آشکارا بر عدم مداخله و تعیین سرنوشت افغانستان توسط خود افغانها تاکید میکند؟ این دوگانگی دقیقاً از کجا منشأ میگیرد؟ نه این خب من قبلا نرس کردم که یک نفر وظیفه میتن که شما طور دیگه صحبت کنین، بسیار عادی که باز اگر ملامت شوند که شما مداخله دارین، بازی را مثال میتن که نه خواست درانی نماینده پاکستان در امور افغانستان است و پشتون هم است. مثلا خودش گفته که افغانستان استقلالیت و اختیار خود داره، باید مداخله نشه و سرنوشت بس افغان هستند. اما در کنارش ببینید دیگه مقامات بازی حرف نمیزنن، گپ است افریقا، گپ است بلوچستان، چونم که استراتژی پاکستان ما افغانا باید یک چیز درک کنیم، خدا باید بازی نتیم. مقامات هستن یا عام هستن یا قبلی بودن یا فعلی بودن، این باید بفهمن که پاکستان ساختن پاکستان، جاشتن پاکستان بعد از جنگ دوم جهانی به خاطر چون که اروپا انگلیس یا ضعیف بودن، نیمه قاره هند نگه کردن نمیتونستن. ترس ساجی داشت که شوروی وقت با آب گرم نبیه، بنان یک کشور به نام اسلامی ساخت. اول آمد املای حضرت زایشا صحبت کرد که اگر سینتو و سیتو وقت ناتو 1949 ایجاد شد اگر شامل شوند، حتی بندر کراچی و همش برایشان میدادن، خوب قبول نکرد. اگر به اتفاقی در بین خانواده زایشا هم آمد، من چون در ایتالیا دیپلمات بودم و خانواده از یا برای من یک قصر دقیق کردم، شخص سردار ولی. بر صورت این قبول نشد و یا پاکستان ساختن. پاکستان ساخته شد که جلوی شوروی وقت و روسیه امروز بگیرن، بنان تا که رقابت بین شرق و غرب امریکا و روسیه است و این جغرافی افغانستان است. پاکستان علیه افغانستان ساخته شده. بخاطر چی؟ روسا چین نمیتونن اونجا برن، از ایران از راه چپ باز بیا بندر عباسی امکان نداره، راهش افغانستان است. بنان یک مسئله. دو مسئله از می خاطر هر دولت که در افغانستان به ولو از پاکستان به ساخته پاکستان مثل دولت مجاهدین راولپیندی ساخته شد، اگر در افغانستان حاکم شود این یک اپوزیسیون برش پاکستان میسازه و پاکستان دشمنی دولت، چون فشار وارد میکنه که باید تحت اثر پاکستان باشه، سیاست خارجی و داخلیش مثل که خود سیاست یا پالیسی خارجی و داخلی پاکستان از طرف امریکا داره. خود جنرال امیدگل گفت که چیف افسر ما در قصر سفید تعیین میشه. بنان یا میخواین که اینجا دولت تحت کنترل، تحت اداره، هم سیاست داخلی و خارجی و در غیر از او بمبارد است و کشه. بمبارد خال نیست، در وقت آقای کرزی بود، در وقت آقای غنیان بود و از پیش از او اگه ما بریم در وقت دوره اول طالب یا در وقت استاد ربانی، خب ما دیدیم که مستقیما پاکستان مداخله است. امیدگل آمده و باید مشاور کار میکرد. یا از او بالاتر در وقت خلق و پرچم خود به نیابت پاکستان به نام گروه افغانه در افغانستان به هدایت پاکستان و ایران اینجا فعالیت میکرد. بنان همیشه اوجه دست داشت ایجا بعد از ظاهرشاه و سردار داود، چون ظاهرشاه یک پروتکل داشت با انگلیس و با هند
که پاکستان غرض نمیگیره، چون در سال 1947 پاکستان توطئه شد، ظاهرشاه نتونست خاک خود بگیره، خاک تاعتک که ما دعوا داریم و خاک ما هست. بار دوم در سال 1965 هند حمله کرد به پاکستان، به ظاهرشاه گفت که میتونی زمینه تا بگیری، من کمک میکنم، اجازه نداشت. سال 1971 که وقت بنگال جدا میشد، شدید جنگ صورت گرفت، بنگال آزادی خود گرفت، هندوستان کمک میکرد، بعدم ظاهرشاه اجازه نداشت، هدایت بود که به طرفان هنوز برای گفته شد که اون مناطق باید احترام کنن. بنان بعد از داود خان دیگه این مداخلهشان مستقیما در افغانستان است و تا نیمی لحظه باید با تکرار میکنم تا افغانستان است رقابت امریکا و روس، ترس روس که با آب گرم نره، این پاکستان دشمن افغانستان است. والله هر نوع دولت در بنال او علاقمندی به این داره که در افغانستان یک حاکمیت ضعیف و در داخل افغانستان یک حالت بی ثبات باید باشه، چون در ضعیفی و بی ثباتی کشورهای بیگانه بسیار آزادانه میتونن در امور داخلی مداخله کنن، دست نشانده خود بشانه، حکم خود تطبیق کنه و هرچی خواسته باشه و کار کنه. و بهترین مارکت برای ایران و پاکستان با خاطر مواد غیر استاندارد افغانستان بوده و افغانستان از منافعشان تا که ما هوشیار نشیم، متحد نشیم، درک نکنیم، سیستم ایجاد نکنیم، یعنی سیستمی که ایتونه که با جار و قربان متحد شویم، با سیستم، با مکانیزم، با راهی که با خود زیربنای خود باید توجه کنیم، با آب خود، زراعت خود، خوب کشور غنی سیم، معدنای خود. در اون صورت ما باز گله ببخشین کردن میتونه که پاکستان چنین که ایران چنین که فلانی و یک حساب اگه ما برعکس بگیم که کسی به این سو اتفاق نشه، حق شانام است. هر کشوری که قدرت داره با کشور دومی کشوری که مداخله میکنه. ما هم در وقت سلطان محمود غزنوی در هند بودیم، در وقت مچاو با دورانی در طرف میرفتیم، شامود اوتک اصفهان رفته بود. یعنی هر کس که زور داره میره. در وقت فرعونی هم همی چیزا بود، سابق هم لشکر کشی بود، میره فکر کشور دیگر غارت میکرد. حکومت و امپراتوری خود مثل رومیا چی میکردن در افغانستان، یونانا چی میکردن. برخی مخالفان امارت اسلامی که با نهادهای نزدیک به محافل امنیتی پاکستان تعامل دارند تا اکنون واکنش روشنی به مسئله تجزیه افغانستان نشان ندادند. سکوت این چهره ها را چگونه میتوان تحلیل کرد و این موضوع چه تاثیری بر جایگاه سیاسی آنان در افکار عمومی افغانستان خواهد داشت؟ کوتاه اگر اشاره کنید. ببین، هر کسی که علیه منافع ملی کشور با دشمن با بیگانه دستکی میکنن، صریحاً در قانون جزای افغانستان خیانت ملی تلقی شده و خائن ملی که تثبیت شد بعد از حکم شرعی محکمه جزایشان اشد مجازات یعنی اعدام است. ما قطال ندیدیم در افغانستان که یک جاسوس از 50 سال بهتر بعد از خیانتی که داود خان کرد و سلطنت ختم کرد و ما را به نام جمهوریت بازی داد و جمهوریت نگاه نکرد و همین گروه به نام کمونیسم خلق و پرچم آمد که مردم زنده به گور کرد. بعد از او اشرار و خائنین و مفسدین در سر قدرت شدن به نام جهاد و اسلام که تبعی افغانستان آورد و سلسله دوام دارد. بنابراین دیگه ما باید بگیم که هیچ کسی را ما ندیدیم که کسی به نام جاسوس یا خائن ملی یا علیه منافع کشور اعدام شده باشه. تا نمی لحظه را که فعلا امارت اسلامی یا طالبان حاکم هستند. شخصا ما در مثل تقریبا چیز کم 60 سال ما ندیدیم کسی را اعدام کرده باشند. با این نقطه ضعف افغانستان است و حاکمان افغانستان هیچ وقت سیستم را به خاطر وحدت ملی و تامین منافع ملی هیچ وقت ایجاد نکردن. ما همیشه میبینیم که سیستم ها هستن که به نفع گروه ها میچرخه و پیش میرن. متاسفانه یک رشوتخور، یک مفسد کلان در منظر عام طالب ما در افغانستان ندیدیم که دام که برعکس هر حکومت که میایه امو توفنگ سالارای کلان و مفسدین کلان حمایت میکنن. پس ما ادعای گله کردن میتونیم که کشورهای بیگانه ملامت است، ملامت خود افغان است. در شرایطی که امارت اسلامی بر ثبات داخلی تاکید دارد، چرا برخی جریان ها در بیرون تلاش میکنند که تصویر بی ثبات از افغانستان ارائه دهند؟ این تضاد به نفع چه کسی است؟ این که دو علت دارن. این کسایی که تلاش دارن امید دارن به خاطر منافع خود یا همیشه منافع شخصی خود ترجیح دادن، همیشه از خون ملت استفاده کردن
این گروهایی که در بیرون جمع میشن میان هیچ کار کردن نمیتونن، صرف میگردن که کدام دستگاه استخباراتی بیا یارا پول به لندن وکیل هستم یا سالیسیتور در بخش ماجرین هم کار میکنم، در می وکالت ما در بخش ماجرین است. اکثرشان که می از افغانستان به خاطر اولادای خود، یک کسی آمد بیخی وضعش خوب نبود گفت که همه جایدار همه زندگی من حلال کرد به خاطر 4 دختر خود، چون ما باعث پدر مسئولیت داشتم باید قربانی میدادم. با تعلیم دخترها مشکل است، کار و اشتغال خانمان مشکل است. در اداره دولت اشخاص مسلکی که حقشان تحصیل کردن از افغانستان، از صاحب وطن، از پاک هستن، اینها کمی دور هستن رز میبرن. این باید حتمی نیست که حکومت اطلاعاتی ساخته شما مفسدین آورده شود یا مثال داده شود اگه طالب نیست مفسد میه. نخیر، اینجا 42 میلیون نفوس وجود دارن، مفسدین مردم لعنت کردن، دور کردن. حال مردم پاک نفس پاک دست با وطن متحد وجود داره، هم از خانما هم دختر از کدرا و استفاده شود. در امور ما قبلا گفتم آب بسیار خوبی داریم که یک 5-6 سال بعد ببینیم که ارزش تیل خواه داشتن از او بالاتر. ما خوب زراعت داریم، معدنای خوب داریم، کدرای بسیار خوب داریم، از این باید استفاده شود. زمین و مالداری و همه چیز ما خوبتر و بهتر است، پاکای صنعتی ساخته شود. به اقتصاد ما اگر قوی تر باشه، ما به او اتحاد و اتفاق با سیستم اداری به وجود بیایم. بعد ما مثلا خود ما افغان هستم، در انگلستان زندگی میکنم، خودم مستقیم من از تمام حقوق و امتیازات انگلستان باید یک شهروند انگلستان برخوردار هستم. چرا؟ سیستمی کار میکنم. 2 بجه شب 4 بجه شب در هر متروی اینجا هر کس مرد و زن میگردن، نه پلیس وجود داره نه دیگه، چون سیستم از هر کس خود امنیت فکر میکنه. به این بجار قربان و بنیسیت نمیشه. سیستم اداره باید جور شود که دوجه هر یکی خود افغان فکر کنه و هر یکی صاحب وطن خود فکر کنه و هر یکی فکر کنه که من حق هم دارم، مسئولیت هم دارم، امتیاز هم دارم، مکلفیت هم دارم. این دیگه همی پروتکلی که بین دولت و اتباع است. اتباع مکلفیت داره و جایب داره و حقوق داره. دولت هم همین که اطاعت میکن. به عنوان آخرین پرسش از شما میپرسم که با توجه به پروژه های منطقه‌ای مانند ترانزیت، انرژی و اتصال اقتصادی، بی‌ثباتی یا تجزیه احتمالی افغانستان چه پیامدهایی برای خود پاکستان اولا و سایر کشورهای منطقه خواهد داشت و چرا ثبات افغانستان امروز به یک ضرورت راهبردی برای کل منطقه تبدیل شده؟ برای ما اشاره داشته باشید. ببینیم، ما از احساساتی یا مهنی نمیگم، جدی واقعی از واقعیت‌های عینی براتون که هیچ وقت افغانستان قابل تجزیه نمیشه. جایی که قابل تجزیه بود تجزیه شد، جایی که قابل تجزیه نیست به زور تازه دیرن جدا شده. هنوز هم مسئله وصال از او وجود داره و خواهد شد. این صراحت هم میگم، به خاطر دلایلی که اینجا روسیه صورت گرفته، اشتراک خونی است در تمام افغانستان. از هر قوم در رسوالی در قریه وجود داره. عدیرای شریک هستن، پالو عدیر هستن. ما از میدان شهر هستم، باور کن یک طرف مردم میشتن سر صدای مرا چاردیوال هستن، این طرف برادرای هزاره هستن، این طرف پشتونا هستن، مختلف ترک هستن، ترکمن میگن، قومای مختلف و در یک عدیره جسدای نیاکای ما دفن است. باغای ما شریک هستن. یعنی عنعنات، فرهنگ، کلتور هیچ وقت امکان در خانواده از هر قوم نفرده می خود خانواده ما هم پشتون هم تاجیک وجود داره. اولادا خونهشان مشترک است. در تمام افغانستان هر طرف که برین از هر اقوام مردم وجود داره. شما برید طرف های هلمند، گردیز، قندارم و تاجیک، هزاره و ازبک، هم طرف شمال مستقیما برین کل وجود. چطور میتونید تجزیه که قبلا گفتم به کشورهایی که فدرالی و ایالت‌های مختلف از اقوام مختلف، زبان مختلف، فرهنگ مختلف، کلتور، مذهب، لباس و غذای مختلف باشه و امکان دارن که مثلا با یکی آمیزش نمیکنن بخواد جدا شود. پاکستان چون خود دولت تجزیه وجود داره، در خطر تجزیه شکست میشنه ما پاکستان ماتیگی. هم محمود خان اکسزای میگه و هم اسفندیار ولی و ملولی که پاره میزنم که پی تی ام و هم تی تی پی و هم گروه بلوچا و یا ای به خاطر که ذهن امی تجزیه را دیگر طرف ببره بیا باز میسر افغانستان. حداقل یک کشور را بود که واقعا قابل تجزیه باشه. هیچ امکان نداره افغانستان طول تاریخ گروه های مختلف
که قومای مختلف در افغانستان حمله کردن. اگر از کندر شروع کنیم تا خانواده موری عاشقه پاچاورد شاه و همونطور بیاین سلسله که دوام داره که ساسانیا بودن، عباسیان بودن، امویان بودن، طاییان و تیموریان و مغول و چنگیز و اینان هم با آمدن این سی خطه این جغرافیا دولت خود مان. این طرف کم شد طرف زیاد شد، اما قابل تجزیه به این نبود که اساس و بنیاد تجزیه بوی خوی تجزیه در میشن، بخاطر که همشان یا خون شدن یا خانواده شدن. نواده کسایی هستن که ببینیم بیبیم ازبک بود، پدرم پشتون بود، پدرم تاجیک بود، مادرم پشتون بود، همیشه سر وجود داره. بنان این اندیشه را بخاطر بقای خود پاکستان همیشه آدرس غلط دادن. کار خود مثلا میال توریسم مستقیم در پاکستان بوده، خودشان اقرار میکنن، جهانی را به اقرار میکنن، اما همیشه میگن که توریسم در افغانستان است، در حالی که مردم افغانستان به توریسم خود پاکستان وادار. سپاسگزاریم. میروم. آقای مارچ، یک جهان سپاس از حضورتان در برنامه. از شما هم تشکر. این بود بحث امروز که تقدیم شما گردید. تشکر از توجهتان. وقت بر شما خوش.